سلام، خوش اومدین به ویدیوی امروز. توی ویدیوی امروز همونطور که بهتون قولشو داده بودم، توی ویدیوی قبلی گفتم، آخر ویدیو قبلی گفتم میخوام بهتون 5 تا سریال رمزآلود معمایی معرفی کنم. پس این ویدیو در رابطه با همینه. اولین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال توکیو وایسه و بیشتر جناییه، اونقدر رمزآلود نیست و میخوام بهتون بگم اگه عاشق ژاپن هستین، وایب ژاپن، وایب شبای ژاپن و به یاکوزا علاقه دارین، کلا میدونین یه وایب خاصی داره که واسهتون عکساشو میذارم. من خودم عاشق این وایبم و بیشتر به خاطر وایبش نگاه کردم، ولی داستان خوبی هم داره. داستان این سریال اینه که یه دانشجوی آمریکایی که به ژاپن نقل مکان کرده یه امتحانی میده که ورودی یه شرکت روزنامه‌نگاریه و یه شرکت خیلی خوبیه، اما چون خب آمریکاییه و به ژاپن اومده یه طورایی یه حالت نجات پرست گونانه‌ای نسبت بهش دارن و وقتی وارد خبرهای ژاپن میشه، اون خبرایی که نمیتونن بگن یا تغییرش میدن به خاطر وضع کشور، متوجه میشه که یه سری فسادایی هست توی ژاپن که برمیگرده به یاکوزا و کلا مافیاهای ژاپن که چند تا دسته هستن و یه سری پرونده ها رو متوجه میشه که میره سراغ اون پرونده ها و سعی میکنه که به یه سرنخی برسه. این سریال محصول سال 2022 و امتیازش هم خوبه، امتیازش 8 از 10 و تا الان یه فصلش اومده که 8 قسمته. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم احساس میکنم خیلی خوبه برای کسایی که به برنامه نویسی علاقه دارن، به سایبر هکینگ علاقه دارن و به آیتی علاقه دارن. داستانش اینه که یه قاتل سابق که خیلی کلمه عجیبیه با یه برنامه نویس که خیلی مهارت داره توی کارش تصمیم میگیرن که از دستگاهی که اون برنامه نویس ساخته که یه طور هوش مصنوعی استفاده کنن تا جلوی یه سری قتلا رو بگیرن. اسمش مظنونه که اسم انگلیسیش هم واسهتون مینویسم و امتیازش هم 8.5 از 10 و 5 تا فصله. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه ذره متفاوت‌تره، چون در رابطه با پرونده‌های جنایی و دزد و قاتل و اینجور چیزا نیست. در رابطه با یه دکتریه که کارش اینه که یه سری بیماری‌های ناشناخته رو تشخیص بده و کل پروسه تشخیصش توی یه قسمته، یعنی هر قسمت با قسمت‌های بعدی فرق میکنه و هر قسمت سراغ یه بیماری میرن و از این لحاظ رازآلود میشه که باید این بیماری رو تشخیص بده و تا لحظه آخر نمیدونن اون بیماری چیه. اسمش دکتر هاوسه. امتیاز نسبتا بالایی هم داره، نسبتا بالا که نه، امتیازش بالاه، امتیازش 8.7 از 10 برای سال 2004 و 8 فصله. سریال سومی که میخوام بهتون معرفی کنم نظر منو به خاطر این جلب کرد که بین فصل دوم و سومش 25 سال وقفه بوده و اینم به خاطر خود داستان بوده، چون یه دیالوگی انگار داخل این سریال هست که به اون طرف مقابلش میگه من اینو ندیدم، ولی به طرف مقابلش میگه که بعد 25 سال تو رو میبینم یا یه همچین چیزی و واقعا بعد 25 سال فصل سومیشو میسازن. این سریال اسمش توین پیکسه که امتیازش 8.8 از 10 و محصول سال 1990. اینم بهتون بگم که بعد 25 سال دقیقا با همون بازیگرا دوباره این سریال درست میکنن و من رفتم توی فکر که اگه یکی از این بازیگرا اتفاقی واسش میافتاد میخواستن چیکار کنن. این سریال در رابطه با چند تا مأمور FBI که دنبال حل یه پرونده قتل میرن و از اون سرنخ به اون یکی سرنخ، از این سرنخ به اون سرنخ و همینطوری. چرا میکروفون رو دور کردم؟ و همینطوری هی سرنخ میاد، هی پیچیده تر میشه، هی رازآلودتر میشه و شاید واسهتون جالب باشه که فصل سومش یعنی کلا به تدریج انقدر این رازا زیاد شده بودن، این پیچیدگی زیاد شده بود که محبوبیتش رو از دست داده، یعنی به اندازه فصل اول نبوده. 2 تا فیلم ساخته شده واسهش. یه فیلم برمیگرده به اتفاقایی که قبل از قسمت اول میفته که اونم فوق‌العاده معروف شده بوده و یه فیلم دیگه هم داره واسه قسمت‌های پخش نشده و حذف شده. سریالای امروز 4 تا بود و من 4 تاشو بهتون معرفی کردم. اگه این سریالا رو دیدین یا نظری دارین لطفاً داخل کامنت ها واسم بنویسین. اگه ایده‌ای دارین، اگه نظری کلا در رابطه با ویدیوها و خود من دارین، اونا رو هم واسم بنویسین، خیلی بهم کمک میکنه. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. بای بای.